به نام خداوند عشق و امید. دوستان عزیزم، دوستان کتابخوانم، روز و روزگارتون خوش. با هم شروع میکنیم کتاب وقتی که او رفت. نویسنده این کتاب لیزا جوئل و مترجم غزاله دلیریان. این کتاب از انتشارات باران خرد منتشر شده. آن ماه‌هایی که هنوز ناپدید نشده بود جزو بهترین دوران زندگیمان بود. گویی هر ثانیه از عمر هدیه‌ای گرانبها بود که به او ارزانی میشد و میگفت هی من اینجا هستم. من یک لحظه ناب دیگر هستم. فقط کافی است که به من نگاهی بیاندازی و دریابی که چقدر شیرین و دوست داشتنیم. او هر روز صبح با ضربان قلب بالا، با چشمانی پرفروغ، مژه‌هایی بلند و ریمل زده، با هیجانی بی حد به مدرسه نزدیک می شد. آن روزهایی بود که دیگر از مدرسه بدش نمی آمد. مدرسه حالا برایش مکانی شلوغ و پرهیاهو با صحنه داستان عاشقانه او بود. هرگز در باور الیمک نمی گنجید که تئو گودمن بخواهد با او قرار ملاقات بگذارد. او خوش‌تیپ ترین پسر سال 11 بود. نه فقط دخترهای سال 11 این عقیده را داشتند، بلکه سال 10 ها، 9 ها و 8 ها هم او را شیک ترین پسر مدرسه می دانستند. همه پسرها جسه های ریزی داشتند و با آن چشمان وق زده و کفشایی که به پایشان لق می زد و کتهایی که به تنشان گریه می کرد هیچ میل و رغبتی را در دل دختران بر نمی انگیختند. تئو گودمن اصلاً دوستی نداشت و همه فکر می کردند که شاید تمایلی به جنس مخالف نداشته باشد. او یک پسر زیبا و لاغرندام، مؤدب و دوست داشتنی بود. الی سالها بود که در آرزوی دوست شدن با او میسوخت و حالا این دوستی برایش خوشحال کننده بود. مادر جوان و زیبای تئو هر روز با او به مدرسه می آمد. لباس ورزشی می پوشید، موهایش را دم اسبی می بست و معمولاً یک سگ سفید کوچک با خود به همراه داشت. تئو همیشه پیش از اینکه مادرش سگ را روی سنگ فرش خیابان بگذارد آن را میبوسید. سپس بوسه‌ای بر گونه مادر میزد و به داخل مدرسه میرفت. برایش مهم نبود که بچه‌ها این صحنه را ببینند. اعتماد به نفس بالایی داشت و از سگ پشمالوی مادرش خجالت نمیکشید. سال گذشته بود. درست بعد از تعطیلات تابستان، وقتی که در حال خوردن نهار بودند، تئو در مورد تکالیف خانه با الی صحبت کرد. خود الی هم چیزی در مورد تکلیف ها نمی دانست. با این حساب او فهمید که تئو این موضوع را پیش کشیده تا با او صحبت کند. پس باید پای علاقه‌ای در میان باشد و پس از آن با یکدیگر دوست شدند. به همین راحتی. این در حالی است که الی گمان می‌کرد برای شروع یک دوستی باید راهی طولانی و پیچیده در پیش باشد. اما تنها یک رفتار اشتباه، یک حرکت کوچک، همه چیز را خراب کرد. نه تنها داستان عشقشان را، بلکه همه چیز را. جوانی را، زندگی را، همه را از بین برد. برای همیشه از بین برد. اگر می توانست زمان را به عقب برگرداند و همه چیز را مانند یک گلوله پشمی به طرف دیگر بچرخاند، گره های کور نخ مانند علائم هشدار دهنده‌ای نمایان بودند. اکنون با نگاهی به گذشته همه چیز مشخص است، اما در آن زمان وقتی از چیزی خبر نداشت متوجه وقوع آن نشد و مستقیم در آن قدم گذاشت. لارل خود را به آپارتمان دخترش رساند. حتی در این روز نسبتاً روشن هم آنجا تاریک و دلگیر بود. پنجره جلویی با گل‌های آقاقیای بنفش توپری احاطه شده بودند.
در حالی که طرف دیگر آپارتمان در زیر سایه درختان جنگلی کوچک آرامیده بود. خرید بی برنامه بهتر از این میشد. هانا تازه اولین پاداش خود را گرفته بود و تصمیم داشت قبل از اینکه تمامش را به باد بدهد خرید مطمئنی داشته باشد. صاحبان خانه جدید هانا خیلی در وسایل خانه سلیقه به خرج نداده بودند. از طرف دیگر هانا هم برای خرید و تهیه وسایل لوکس و زیبا فرصت نداشت. این آپارتمان در حال حاضر شبیه یک منزل کوچک غم‌انگیز روزهای بعد از طلاق بود. اینکه او هیچ تلاشی برای نظافت این خانه و ورود مادرش انجام نداده بود، نشانگر این واقعیت بود که اینجا برای هانا فقط حکم یک اتاق هتل را دارد و بس. لارل طبق عادت از راهرو کثیف خانه هانا عبور کرد و مستقیم به آشپزخانه رفت. جایی که همیشه جعبه مواد شوینده را از زیر سینک ظرفشویی برمی داشت. ظاهراً هانا شب قبل خانه نبوده است. اثری از پیاله برشتوکش در سینک ظرفشویی به چشم نمیخورد. از رد قطرات شیر روی سطح کابینت هم خبری نبود و هیچ ریمل نیمه بازی در کنار آینه ذره‌بینی روی لبه پنجره وجود نداشت. ترسی در وجودش افتاد. هانا همیشه به خانه می آمد. جای دیگری برای رفتن نداشت. به سمت کیفش رفت و تلفنش را بیرون آورد. با دستانی لرزان شماره هانا را گرفت. مانند همیشه که هانا سر کار بود و تلفن را جواب نمیداد، پیغامگیر تلفن به کار افتاد. تلفن از دستش افتاد اما به کناره کفشش برخورد کرد و چیزی نشد. لعنتی. گوشی را برداشت و به آن خیره شد. کسی را نداشت که به او زنگ بزند و بپرسد هانا را دیدی؟ میدانی کجاست؟ در واقع زندگیش اینطوری بود. بدون هیچ ارتباطی با یکدیگر. گویی هر یک از آنها در گوشه یک جزیره زندگی می‌کردند. با خود گفت شاید هانا با مردی ملاقات کرده باشد، اما بعید بود. هانا هیچ وقت دوستی نداشت. حتی یک نفر. شخصی یک بار این موضوع را مطرح کرده بود که هانا از داشتن نامزد یا دوست پسر بیش از حد احساس گناه می کند، چون خواهر او نیز هرگز با مردی ازدواج نکرده بود. این حرف با دیدن وضعیت فلاکتبار آپارتمان و زندگی اجتماعی که اصلاً در آن وجود نداشت بیشتر قوت می گرفت. لارل می دانست که شاید بیش از اندازه نگران شده است، اما نگرانیش بی‌مورد نیست. وقتی مادر بچه‌ای باشی که یک روز صبح با یک کوله پشتی پر از کتاب از خانه بیرون رود تا در کتابخانه‌ای که فقط 15 دقیقه با خانه فاصله دارد درس بخواند و هرگز به خانه برنگردد، دیگر چیزی به عنوان بیخودی نگران شدن معنا ندارد. اینکه الان در آشپزخانه دختر بزرگ خود ایستاده بود و چون پیاله برشتوکش در سینک ظرفشویی وجود نداشت، مرگ او را در ذهن خود تصویر سازی می کرد، با توجه به تجربه گذشته او کاملا عاقلانه و منطقی بود. او نام شرکت هانا را جستجو کرد و وارد فهرست شماره تلفن شد. ارتباط تلفنی به خط مرتبط با هانا برقرار شد. لارل نفسش را حبس کرد. هانا مک صحبت میکنه. خودش بود. صدای تند و خشن دخترش. لارل چیزی نگفت. فقط گوشیش را خاموش کرد و تلفن را در کیفش گذاشت و بعد در ماشین ظرفشویی هانا را باز کرد و ظرفها را برداشت. زندگی 10 سال پیش لارل چگونه بود؟ وقتی 3 فرزند داشت، نه 2 تا. هر روز صبح سرشار از شادی و نشاط برای یک زندگی دوباره از خواب بیدار می شد؟ نه، هرگز اینطور نبوده. لارل همیشه نیمه خالی لیوان را می دید. او حتی می توانست در دلپذیرترین موقعیت‌ها موارد زیادی برای شکایت پیدا کند و شادی خبرهای خوب را فقط به لحظاتی کوتاه و بی‌دوام اختصاص دهد. لحظاتی که به سرعت با فکر به برخی نگرانی‌های آزاردهنده محدود می‌شدند. بنابراین او هر روز صبح با این حرف که دیشب بد خوابیده است، در صورتی که اینطور نبوده، روزش را شروع می‌کرد. با این افکار که شکمش گنده است،
موهایش خیلی بلند یا خیلی کوتاه است. خانه‌اش خیلی بزرگ یا کوچک است. حساب بانکیش خالی است. همسرش تن پرور است. فرزندانش خیلی پر سر و صدا و یا خیلی آرام هستند. خیلی از خانه بیرون می روند و یا نمی روند. ناراحتی خود را عادی و بجا تلقی می کرد. او با افکار گوناگون از خواب بیدار می شد. به موی گربه که بر روی دامن مشکی آویزان روی صندلی اتاق خوابش می دید، به لنگ دمپایی گم شده، به تیرگی زیر چشمهای هانا، به تلی از لباس که به قصد خشکشویی بر روی هم تلمبار شدند، به پارگی کاغذ دیواری راهرو، به جوشهای دوران بلوغ روی صورت جیک، به بوی بد غذای مانده گربه و سطل زباله‌ای که هیچ کدام از افراد تنبل خانواده تمایلی به خالی کردن محتویات آن که با فشار در آن چپانده بودند نداشتند. نگاه او به زندگیش اینگونه بود: مجموعه‌ای از بوهای ناخوشایند و وظایفی انجام نشده، نگرانی‌های بی اهمیت و قبض‌های عقب افتاده. سپس یک روز صبح دخترش، نور چشمیش، تحتقاریش، محبوب دلش، دلیل غرور و شادیش، خانه را ترک کرد و دیگر برنگشت. او در آن ساعت دردآور و فاجعه بار چه حسی داشته؟ چه چیزی به جای آن همه نگرانی‌های بی اهمیت در ذهن و قلب او جای گرفته؟ ترس، ناامیدی، اندوه، عذاب، آشفتگی و دلشکستگی؟ بله، تمام این کلمات ناراحت کننده و غم انگیز هستند، اما آنچنان که باید حق مطلب را ادا نمی کند. پاول به او گفته بود او پیش تئوست، چرا با مادرش تماس نمیگیری؟ لارل میدانست که در خانه تئو نیست. آخرین جملات دخترش به او این بود: برای نهار میام خونه، چیزی از لازانیا مونده؟ به اندازه تو داریم. نذاری هانا یا جیک اونو بخورنا؟ باشه، خل بده. خل میدم. سپس صدای باز و بسته شدن در ورودی به گوش میرسد و خانه آرامتر میشود. کارهای زیادی هست که باید انجام شوند. ظرفهایی که باید در ماشین ظرفشویی گذاشته شود، تماس تلفنی که باید گرفته شود، علاوه بر آن باید برای پاول که سرما خورده دارو ببرد. و البته به نظر لارل این از بقیه کارها آزاردهنده تر است. پاول سرما خورده. او این جمله را به چند نفر گفته. چشمانش را به اطراف میچرخاند و از خستگی آهی میکشد. پاول سرما خورده. این همه فشار و دردسر. آه، من بیچاره. به هر حال با مادر تئو بکی گودمن تماس گرفت. خیر، واقعا متاسفم. تئو تمام روز خونه بود و ما اصلا خبری از الی نداشتیم. اگر کاری از دست من برمیاد حتما بگید. از آن بعد از ظهر تا نزدیکی های صبح با تمام دوستان الی تماس گرفته بود. به کتابخانه سر زده بود و آنها این اجازه را داده بودند که فیلم های مداربسته کتابخانه را ببیند. آن روز الی قطعاً به کتابخانه نرفته بود. از غروب آفتاب خانه در تاریکی فرو رفت و هر چند لحظه یک بار با نور سفید رعد و برق روشن می شد. او سرانجام تسلیم ترس وحشتناکی که در تمام طول روز در وجودش ریشه کرده بود شد و به پلیس زنگ زد. آن شب اولین باری بود که از پاول متنفر شده بود. با آن لباس خواب و پای برهنه که بر روی ملحفه هایی با بوی ناخوشایند خوابیده بود و آب بینیش را مرتب بالا می کشید. صدای خسخس نفس کشیدنش مثل صدای دست و پا زدن‌های قبل از مرگ یک گراز برای گوش‌های حساس لارل بود. با پرخاشگری گفت لباس بپوش لطفاً. پاول مثل بچه‌ها ابروهایش را بالا انداخت و چند دقیقه بعد با شلوارک تابستانی و یک تیشرت سفید به طبقه پایین رفت. همه چیز اشتباه است. اشتباه. لطفاً دماغت را پاک کن. پاول دوباره از دستورالعمل‌های او پیروی کرد.
به آرامی به سمت آشپزخانه رفت تا دستمال مچاله شده اش را در سطل زباله بیاندازد و لارل همچنان با انزجار به او نگاه می کرد. پلیس آمد و سپس داستان شروع شد. داستانی که هیچ وقت به پایان نرسید. او هر چند وقت یک بار به این فکر می کند که اگر پاول آن روز سرما نخورده بود، اگر در اولین تماس از محل کارش سریع به خانه برمیگشت و لباسهای شیک بر تن داشت، اگر کمی تر و فرز بود، اگر در کنارش می نشست و دستش را به دور او حلقه می کرد، اگر به سختی نفس نمی کشید، فین فین نمی کرد و ترسناک به نظر نمی رسید، همه چیز فرق می کرد. آیا آنها از پس این موضوع برمی آمدند یا مورد دیگری پیش می آمد تا بیشتر از او متنفر شود؟ ساعت 8:30 پلیس منزل آنها را ترک کرد. کمی بعد هانا به آشپزخانه آمد و با لحنی شرمسارانه گفت: مامان، من گرسنمه. باشه، همین الان، متاسفم. لارل از آشپزخانه نگاهی به ساعت انداخت و به سختی بلند شد و با هانا نگاهی به محتویات یخچال انداخت. هانا ظرف دردار که آخرین تکه لازانیا در آن بود را بیرون آورد و گفت: این. نه. لارل خیلی محکم آن را از دستش قابید. هانا نگاهی به لارل کرد. چرا نه؟ همین که گفتم، نه. این بار کمی ملایم تر گفت. برایش لوبیا نان توست کرد. نشست و منتظر ماند تا آن را بخورد. هانا فرزند وسطی خانواده بدقلق و حوصله سربر بود. کسی که هیچ کس نمی‌خواهد با او در جزیره سوت و کور گیر بیفتد. فکر وحشتناکی در سرش جاری شد. آنقدر سریع که به سختی میشد آن را در ذهن ثبت کرد. الی باید این نان توست و لوبیا را می‌خورد و تو باید گم می‌شدی. با کف دستش گونه‌های هانا را به آرامی نوازش کرد و از آشپزخانه بیرون رفت. کاری که الی در زمینه درس‌هایش نباید انجام میداد، گرفتن نمره بد در ریاضی بود. اگر سخت کار میکرد، اگر باهوشتر بود، اگر در روز امتحان آنقدر خسته نبود، اگر احساس بی‌هدفی نمیکرد، اگر به جای خمیازه کشیدن تمرکز بیشتری داشت، اگر نمره بهتری گرفته بود، هیچ کدام از این اتفاقها رخ نمیداد. اما قبل از آن امتحان بد ریاضی، اگر عاشق تئو نشده بود، اگر در عوض عاشق پسر بچه‌ای شده بود که در ریاضی افتضاح بود، پسری که اهمیتی به ریاضی یا نتایج آزمون نمیداد، پسری بدون هیچ هدف و انگیزه، یا اصلاً بهتر بگویم اگر هیچ ارتباطی با هیچ پسری نداشت، اینطور احساس نمی کرد که باید به اندازه او یا حتی بهتر از او باشد. از نمره‌اش راضی می بود و آن روز بعد از مدرسه درخواست معلم خصوصی ریاضی را از مادرش نداشت. بنابراین اولین اشتباه همانجا بود. درست همانجا. حوالی ساعت 4:30 بعد از ظهر یک روز چهارشنبه در ماه ژانویه. الی با خشم و عصبانیت به خانه آمد. او اغلب با همین حالت به خانه می آمد. هیچ کس انتظار نداشت که این طور باشد، ولی اخلاقش این گونه شده بود. درست لحظه‌ای که مادرش را می دید یا صدایش را می شنید، به طور غیر منطقی احساس ناراحتی می کرد و هر آنچه را که نمی توانست در طول روز در مدرسه بگوید یا انجام دهد، با عصبانیت به مادرش نشان می داد. در مدرسه او را به عنوان یک دختر خوب و مؤدب می شناختند. به همین خاطر دوست نداشت با رفتارش تصویر مثبتی که در ذهن دیگران داشت را خدشه‌دار سازد. میدونی معلم ریاضیمون خیلی آدم مزخرفیه. این را گفت و کیفش را روی صندلی راهرو انداخت. خیلی گندماغه. ازش بدم میاد. حقیقت این بود که او از او متنفر نبود. از خودش به خاطر شکست خوردن متنفر بود. اما نمیتوانست این را بگوید. مادرش از آشپزخانه جواب داد: مگه چی شده عزیزم؟
بهت گفتم قبلا. البته که نگفته بود، اما اهمیتی ندارد. روش تدریس معلم ریاضیمون خیلی بده. اگه اینطوری باشه من دوره GCSI رو قبول نمیشم. یه معلم خصوصی میخوام. من واقعا یه معلم خصوصی میخوام. با خشم و ناراحتی وارد آشپزخانه شد و خود را روی صندلی انداخت. ما نمیتونیم هزینه معلم خصوصی رو بدیم. چرا تو کانون ریاضی بعد از مدرسه شرکت نمی کنی؟ اشتباه این بود. اگر مثل بچه‌های لوس آنقدر غرغر نمی کرد و از مادرش انتظار چوب جادو نداشت تا تمام مشکلات را برایش حل کند، اگر کمترین آگاهی نسبت به موقعیت مالی والدینش داشت، اگر فقط به خودش اهمیت نمیداد، گفتگو به همین جا ختم می شد. می گفت باشه متوجه شدم، همین کار رو می کنم. اما این کار را نکرده بود و خانواده را تحت فشار قرار داد. پیشنهاد کرد که هزینه آن را از پول تو جیبیش بپردازد. او شروع کرد به تعریف از بچه‌های کلاس که از لحاظ زندگی بسیار پایین‌تر از آنها بودند، اما معلم خصوصی داشتند. چطور از یکی از همکلاسی‌هات یا یکی از بچه‌های سال آخر کمک بگیری؟ کسانی هستند که با گرفتن چند پوند و یک تکه کیک این کار را انجام بدن؟ چی؟ به هیچ وجه. خدایا خیلی خجالت آوره. و همان شد. او به سرعت رفت تا راه دیگری برای نجات خودش پیدا کند، بی آنکه حتی چیزی بداند. رفت. در یکی از روزهای ماه می سال 2005 که الی دیگر به خانه برنگشت، عذر قابل قبولی برای ناپدید شدنش وجود نداشت. حتی یک مورد. الی آخرین بار ساعت 10:43 در دوربین مداربسته خیابان استرود گرین دیده شده بود. او برای چند لحظه ایستاد تا خودش را در شیشه یک ماشین ببیند. برای مدت کوتاهی این فرضیه وجود داشت که او ایستاده تا به شخصی در ماشین نگاه کند یا چیزی به راننده بگوید. اما آنها صاحب خودرو را ردیابی کردند و تحقیقات حاکی از آن بود که شخص مورد نظر در زمان ناپدید شدن الی در تعطیلات بوده و ماشینش برای مدت طولانی در آنجا پارک شده بود. فقط همان بود. مسافت ضبط شده او در آنجا به پایان رسیده بود. پلیس تحقیقات خانه به خانه را در محل آغاز کرد. کودک آزاران شناخته شده را برای بازجویی احضار کردند. فیلم دوربین‌های مداربسته را از تک تک مغازه‌داران در خیابان استرود گرین گرفتند. از لارل و پاول برای تهیه یک فراخوان تلویزیونی که تقریباً توسط 8 میلیون نفر دیده شده بود استفاده کردند. اما آنها به موردی غیر از همان فیلم دوربین مداربسته خیابان استرود گرین در ساعت 10:43 نرسیدند. این حقیقت که الی تیشرت مشکی و شلوار جین پوشیده بود برای پلیس شک برانگیز بود. اینکه موهای طلایی زیبایش را به صورت دومسبی شلخته و نامرتب پشت سرش بسته بود. اینکه کوله پشتیش آبی سرمه‌ای بود. اینکه کتانی‌های معمولی سفیدی پایش کرده. اینطور به نظر می رسید که می خواسته عمدن خود را گم و گور کند. 2 سربازرس هوشمند و کارشناس با آستین‌های بالا زده به مدت 4 ساعت تمام جزئیات اتاق خواب الی را بررسی کردند. اینطور به نظر نمی رسید که الی چیزی غیر عادی را با خود به همراه برده. این احتمال وجود داشت که با خودش لباس زیر برداشته باشد، اما لارل از کجا باید می‌فهمید که چیزی از کشوها کم شده یا نه؟ ممکن بود که یک دست لباس اضافه با خود برده باشد، اما الی هم مانند اکثر دختران 15 ساله لباسهای بسیار زیادی داشت. بیشتر از آن چیزی که لارل بتواند تمام آنها را به یاد داشته باشد. اما قلکش همچنان چند اسکناس 10 پوندی تا شده داشت که بعد از تولدش به داخل آن انداخته بود. مسواک و خوشبو کنندش در حمام بود. او تا به حال بدون مسواک و خوشبو کننده به تخت خواب خود نرفته بود. بعد از 2 سال پلیس دیگر اهمیت قبر را برای تحقیقات قائل نبود. لارل می‌دانست که آنها چه فکری می‌کنند، اینکه الی فرار کرده است.
چگونه میتوان تصور کرد که الی فراری باشد، در حالی که هیچ فیلم دوربین مداربسته‌ای در هیچ ایستگاه قطار، اتوبوس و هیچ جاده‌ای دیده نشده بود، به جز خیابانی که در آن ناپدید شده بود. این بی اهمیتی در تحقیقات و جستجوها بسیار غم‌انگیز و ناگوار بود. و صد البته که پاسخ پاول به این بیانیه آزاردهنده تر به نظر می رسید. این پایان پرونده است. باید با آن کنار بیاییم. درست همانجا آخرین میخ به تابوت زندگی مشترکشان کوبیده شد. در این زمان بچه‌ها مانند قطار بر روی ریل در حال حرکت بودند و طبق برنامه پیش می رفتند. هانا دوره‌های پیش دانشگاهی را گذرانده بود. جیک از دانشگاهی در غرب انگلستان فارغ التحصیل شده بود و اینک می توانست یک نقشه بردار با مجوز رسمی شود. پاول نیز مشغول حرف زدن با لارل در مورد پذیرش درخواست ترفیع، خرید کت و شلوارهای جدید، فکر تعویض و ارتقاء ماشین و رفتن به هتل‌ها و استراحتگاه‌هایی که در آن تابستان پیشنهادهای ویژه‌ای داشتند بود. پاول مرد بدی نبود. آن دو ازدواج خوبی داشتند، اما روش برخورد او با خلأ ترسناکی که بعد از ناپدید شدن دخترشان در زندگی آنها ظاهر شده بود نشان میداد که او به اندازه کافی مرد با درایتی نیست. به اندازه کافی قوی نیست یا شاید به اندازه کافی منطقی نیست. ناامیدی که نسبت به پاول در ذهن لارل به وجود آمده بود در مقایسه با دیگر احساساتش اصلاً به چشم نمی آمد. پاول 1 سال بعد خانه را ترک کرد. این امر برای لارل اهمیتی نداشت. مانند یک اتفاق غیر قابل پیش بینی که به سرعت عادی می شود. در حال حاضر که لارل نگاهی به آن زمان می اندازد، خاطرات پررنگی در مورد آن زمان ندارد. او الان فقط می خواست تحقیقات و جستجوها ادامه پیدا کند. چیزهای کمی در مورد آن به خاطر دارد. نیاز به ادامه تحقیقات و جستجوها تنها نیازی بود که در آن زمان لازم می‌دید. امکان داره یک بار دیگه تمام خونه ها رو بازرسی و تحقیق کنید؟ او عاجزانه از پلیس خواهش می‌کرد. 1 سال از انجام این کار می‌گذره. مطمئناً به اندازه کافی زمان گذشته تا بتونید سرنخی که پیدا نکردید رو حالا پیدا کنید. کاراگاه لبخندی زد و لارل ادامه داد. ما در موردش صحبت کردیم. به این نتیجه رسیدیم که در اون زمان منابع کاربرد خوبی نداشتن و شاید در 1 سال آینده کمک بهتری بشه از اونها گرفت. شاید. اما در این ژانویه پلیس به طور غیر منتظره‌ای تماس گرفت و اعلام کرد که برنامه کرایم واچ، برنامه‌ای مربوط به پرونده‌های جنایی حل نشده، تصمیم دارد برای مراسم 10مین سالگرد فراخوانی ترتیب دهد. بازسازی دیگری که در 26 می پخش شد، اما هیچ مدرک و دیدگاه تازه‌ای را با خود به همراه نداشت. از آن موقع تا کنون چیزی تغییر نکرده بود. صدای پلیس از پشت خط تلفن محتاط به نظر می رسید. چیزی نیست، اما به هر حال دوست داریم شما حضور داشته باشید. چیزی پیدا کردین؟ جنازه؟ لطفاً تشریف بیارین خانم مک. 10 سال بدون هیچ خبر و نشانه‌ای. اما الان حتماً چیزی شده بود. کیفش را برداشت و از خانه بیرون رفت. آن قبل ترها. یکی از همسایه‌ها او را معرفی کرده بود. اسمش نوئل دانلی بود. الی با صدای زنگ در بلند شد و در حالی که مادرش در را باز می‌کرد به راهرو نگاهی انداخت. او تقریباً 40 و چند ساله بود و لهجه ایرلندی یا اسکاتلندی داشت. الی بیا و با نوئل آشنا شو. موهای قرمز کمرنگی داشت. آنها را تاب داده و با کلیپس پشت سرش بسته بود. لبخندی به الی زد و گفت عصر بخیر الی، امیدوارم خودت رو آماده کرده باشی. الی نمیتوانست بگوید که او بامزه است یا نه. بنابراین لبخندی به لب نیاورد و فقط سر تکان داد. نوئل گفت خیلی خوب. آنها گوشه‌ای از اتاق غذاخوری را برای اولین جلسه درس الی انتخاب کرده بودند.
یک چراغ اضافی از اتاق پایین آورده و به هم ریختگی ها را مرتب کرده بودند. 2 لیوان، 1 پارچه آب و جامدادی سیاه رنگ الی با خالهای قرمز بر روی میز قرار داشت. لارل به آشپزخانه رفت تا برای نوئل 1 فنجان چای بیاورد. نوئل با دیدن گربه آنها روی صندلی پیانو نشست. اوه، چه پسر بزرگی! اسمش چیه؟ خرسی. البته عروسک خرسی، اما خرسی صداش میکنیم. این اولین کلماتی بود که به نوئل گفت و هرگز آن را فراموش نمی کند. خب معلومه که چرا اینطور صداش میکنید. واقعا شبیه یه خرس پشمالو و بزرگه. آیا آن زمان از معلمش خوشش آمده بود؟ فقط به او لبخندی زد. دستش را روی گربه‌اش گذاشت و سر پشمالویش را در دستانش فشرد. او گربه‌اش را دوست داشت و از بودنش در آنجا خوشحال بود. واسطه‌ای بین او و این غریبه. نوئل بوی روغنداغ آشپزی و موهای چرب و نشسته میداد. 1 پلیور موهر شتوری رنگ و شلوار جین تنش بود. بر روی مچ دست ککمکیش ساعت تایمکس بسته بود. چکمه های چرم قهوه‌ای رنگ پوست شده‌ای پوشیده و عینک مطالعه‌اش با 1 بند سبز رنگ از گردنش آویزون بود. شانه های بسیار پهنی داشت. گردنش با کمی قوس خم شده و پاهایش بسیار کشیده و لاغر بود. انگار که زندگی خود را در اتاقی با سقفی بسیار کوتاه گذرانده بود. خب حالا عینک مطالعه‌اش را بر چشمانش زد و دستش را داخل کیف چرم قهوه‌ای رنگش کرد. من تعدادی از برگه‌های امتحان‌های قدیمی دوره GCSI رو با خودم آوردم. با یکی از اینها کار رو شروع می‌کنیم تا با نقاط قوت و ضعف تو آشنا بشیم. اما قبل از هر چیز شاید خودت بتونی به من بگی که بیشتری نگرانیت بابت کدوم قسمته. مامان با 1 لیوان چای و 1 بشقاب کوچک بیسکویت شکلاتی وارد شد و آنها را بی صدا و سریع بر روی میز قرار داد. طوری رفتار می‌کرد که انگار الی و نوئل قرار ملاقات بسیار مهم و سری دارند. الی دوست داشت بگوید بمون مامان، پیش من بمون. من آمادگی تنها بودن با این غریبه رو ندارم. با چشمانی نگران به مادرش از پشت سر نگاه می‌کرد. لارل به آرامی و با حالتی پوزش‌خواهانه در را پشت سرش بست. نوئل دانلی رو به الی کرد و لبخندی زد. دندانهای بسیار کوچکی داشت. خب حالا دوباره عینک را بر روی بینی باریکش گذاشت. کجا بودیم؟ لارل با حد اکثر سرعت مجاز در حال رانندگی بود تا خود را به اداره پلیس در پارک فینسبو برساند. تمام دنیا برایش پر از نشانه‌های بد بود. مردم در خیابان‌ها طوری ترسناک و مخوف به نظر می‌رسیدند که انگار هر کدام در آستانه ارتکاب جنایتی تلخ و ناگوار هستند. وزش شدید باد سایبان‌ها را به حرکت درآورده بود و آنها مانند بالهای پرندگان شکاری به نظر می‌رسیدند. انگار تابلوهای تبلیغاتی به جاده خواهند افتاد و او را از بین خواهند برد. آدرنالین خستگی لارل را از میان برده بود. لارل از سال 2005 به درستی نخوابیده بود. او مدت 7 سال تنها زندگی کرده بود. ابتدا در منزل خانوادگی و سپس در آپارتمانی که از 3 سال پیش در آن زندگی می‌کرد. زمانی که ملاقات پاول با زنی دیگر شانس هر مصالحه‌ای را از بین برد، آن زن از پاول خواسته بود که با هم زندگی کنند و پاول نیز قبول کرده بود. او هرگز متوجه نشد که چگونه پاول این کار را انجام داده، چگونه بخش سالم خود را از میان آن خرابه ها پیدا کرده، اما او را سرزنش نمی کرد. نه، به هیچ وجه. آرزو می کرد که خودش نیز بتواند همین کار را انجام دهد. آرزو می‌کرد بتواند چند چمدان بزرگ ببندد و با خودش خداحافظی کند، برای خود آرزوی زندگی خوب کند، از خودش بابت تمام خاطراتش تشکر کند و فقط برای 1 لحظه طولانی با عشق به خود نگاه کند. سپس در را به آرامی ببندد و سرش را بالا بگیرد و صبح فردا با امیدواری از تاج روی سرش لذت ببرد، چرا که آینده جدید و روشن در انتظار اوست. حالا پاول در 1 چشم برهم زدن این کار را انجام داده بود.
البته با خارج شدن قطار زندگی آنها از ریل، جیک و هانا نیز از خانه رفته بودند. زودتر از زمانی که لارل فکرش را می‌کرد. او دوستانی داشت که هنوز بچه‌هایشان که همسن و سال جیک و هانا بودند با آنها زندگی می‌کردند و پدر و مادرها نیز از این بابت گله و شکایت داشتند. در مورد کارتون‌های خالی یا پرتقال در یخچال، مست از کلوب برگشتن‌های شبانه که سگ را بیدار می‌کرد و خواب آنها مختل میشد، چگونه میتواند صدای تلو تلو خوردن یکی از فرزندانش در ابتدای صبح را دوست داشته باشد؟ چطور میتواند ظرفهای کثیف جمع شده و لباس زیرهایی که هنوز داخل شلوارهای ورزشی بر روی زمین افتاده بودند را دوست داشته باشند؟ اما با این حال هیچ کدام از بچه‌ها به آنها پشت نکرده بودند. جیک با دختری به نام بلو در دوون زندگی میکرد، دختری که فقط پس از گذشتن 1 سال از رابطهشان توقع بچه دار شدن داشت و مدام جیک را میپایید. و هانا در فاصله 1 مایلی از لارل در آپارتمان غم‌انگیز و کوچک خود زندگی میکرد. او علاوه بر 14 ساعت در روز، آخر هفته ها را نیز برای اضافه کاری و پاداش کار می کرد. هیچ یک از آنها کار مهم و لذت بخشی نداشتند. همه آن امیدها، رویاها، صحبت از بالرین‌ها و سوپراستارها و دانشمندان بین المللی، همه آن آرمانها به یک اداره ختم شدند. همه آنها. لارل در یک آپارتمان نوساز در بارنت زندگی می کرد. 1 اتاق خواب برای خودش، 1 اتاق برای مهمان، بالکنی که برای داشتن چند گلدان و 1 میز و صندلی به اندازه کافی بزرگ بود، آشپزخانه قرمز براق و فضای پارکینگ اختصاصی. اگرچه این آن خانه‌ای نبود که برای خود تصویر می کرد، اما پر از امنیت و راحتی بود. اما حالا که فرزندانش رفته بودند، روزهای خود را چگونه می‌گذراند؟ حالا که همسرش رفته بود، حالا که گربه‌اش با وجود آن همه تلاش برای زنده ماندن بعد از 21 سال او را تنها گذاشت چه؟ لارل 3 روز از هفته خود را با کار پر کرده بود. او در بخش بازاریابی 1 مرکز خرید در های بارند کار می‌کرد. هفته 1 بار برای دیدن مادرش به خانه سالمندان در آنفیلد می‌رفت. هفته 1 بار آپارتمان هانا را تمیز می‌کرد و ساعت‌های دیگر روزش را به کارهایی می‌پرداخت و تظاهر می‌کرد که امور مهمی هستند، مثل خرید گل و گیاه از بازار گل برای تزیین بالکن، ملاقات با دوستانی که دیگر هیچ ارزشی برایش نداشتند و نوشیدن قهوه‌ای که برایش لذتی را به ارمغان نمی‌آورد و گفت و شنود و حرف‌هایی که علاقه‌ای به آنها نداشت. او هنوز هم هفته 1 بار به استخر می‌رفت، نه برای اینکه تناسب اندامش را حفظ کند، برای اینکه هنوز دلیل کافی برای نرفتن پیدا نکرده بود. با این اوصاف اکنون بیرون رفتن او با عجله و سریع پس از سالها عجیب به نظر می رسید. قرار بود چیزی به او نشان داده شود، شاید 1 تکه استخوان، 1 تکه پارچه خونالود، یک عکس از جسدی متورم که در آب شناور است. قرار بود بعد از 10 سال بیخبری از چیزی با خبر شود. شاید قرار بود مدرکی دال بر زنده بودن دخترش به او نشان دهند یا مرده بودنش را ثابت کنند. وزنه سنگینی که بر روان او نشسته بود نشان میداد که حدس دوم درست‌تر باشد. با نزدیک شدن به پارک فینزبری تپش قلب او سخت‌تر و سنگین‌تر شد. آن قبل‌ترها. با گذشت زمان و بازدیدهای هفتگی زمستانی احساس الی به نوئل بیشتر شد. البته نه خیلی، کمی. عمدتاً به این دلیل که او معلم واقعاً خوبی بود و الی در حال حاضر در بالاترین سطح کلاس قرار داشت و بالاترین نمره برایش پیش بینی شده بود. اما از جهات دیگر هم باید گفت او اغلب چیزهای کوچکی برای الی می آورد. 1 جفت گوشواره از زیورآلات برند کلر، 1 نرم کننده لب میوه‌ای، 1 خودکار زیبا برای بهترین شاگردم. و اگر الی اعتراض میکرد با گفتن این جمله که خب من تو مرکز خرید برند کراس بودم که این به چشمم خورد و خریدمش، کار خاصی نکردم، حرف الی را نادیده میگرفت. او همیشه احوال تئو را که برای چند دقیقه در جلسه 2 یا 3 ملاقات کرده بود میپرسید. اون جوان خوشتیپ شما چطوره؟
نحوه پرسش او می توانست به طریقی رنجاننده و برخورنده باشد، اما نبود. لهجه دوست داشتنی ایرلندی او اغلب صحبتهایش را جذاب و بامزه تر می کرد. خوبه. و نوئل لبخندی به او می زد و می گفت به درد زندگی می خوره. امتحانات GCSI پیش رو به مسئله مهمی تبدیل شده بود. ماه مارس بود و شمارش معکوس امتحانات الی از ماه‌ها به هفته‌ها رسیده بود. با گسترده شدن ذهن الی و یادگیری مطالب بیشتر و حفظ سریعتر فرمول‌ها، جلسات بعد از ظهرهای روز سه‌شنبه با نوئل مرتب در حال افزایش بود. کلاس آنها سرعت بالاتری گرفته بود. ریتمی با اکتان بالا، بنابراین الی بلافاصله متوجه تغییر حالت نوئل در سه‌شنبه اول مارس شد. عصر بخیر خانم جوان. کیفش را روی میز گذاشت و زیپ آن را باز کرد. چطوری؟ خوبم. خوبه، خوشحالم. درس‌ها چطور پیش رفت؟ الی تکالیفش را در مقابل نوئل بر روی میز قرار داد. همیشه نوئل عینک مطالعه را بر چشمش می‌زد و آنها را بررسی می‌کرد، اما امروز فقط بی توجه به اطراف با انگشتان خود بر بالای صفحه ضربه می‌زد. آفرین دختر خوب، خیلی خوبه. الی از گوشه چشم پرسشگرانه او را تماشا می‌کرد و منتظر اشاره‌ای برای شروع درس جدید بود، اما متوجه چیزی نشد. نوئل به تکالیف خیره شده بود. سرانجام نگاه خیره‌اش را به الی معطوف کرد و گفت الی، به من بگو بدترین اتفاقی که برات افتاده چیه؟ الی شانه‌اش را بالا انداخت. چی؟ نوئل ادامه داد. مثل از دست دادن یک همستر یا چیزی شبیه این. من تا حالا همستر نداشتم. خب پس شاید نداشتن همستر بدترین اتفاقیه که برات افتاده. الی دوباره شانه‌ای بالا انداخت. من هرگز همستر نخواستم. خب پس چی میخواستی؟ چی میخواستی که اجازه داشتنش رو نداشتی؟ الی صدای تلویزیون رو از آشپزخانه میشنید. صدای جارو برقی کشیدن مادرش و صدای خواهرش که با کسی تلفنی صحبت میکرد. خانواده او به زندگی خود ادامه میدادند و مجبور نبودند با معلم ریاضیشان حرفهای عجیب و غریبی در مورد همستر بزنند. هیچی واقعا، فقط چیزهای معمولی، پول، لباس. تو هیچ وقت سگ نخواستی؟ نه واقعا. نوئل آهی کشید و تکالیف را مقابل الی گذاشت. خب واقعا دختر بسیار خوششانسی هستی. واقعا میگم. امیدوارم قدر خوششانس بودنت رو بدونی. الی سر تکان داد. خب چون وقتی به سن من میرسی چیزهای زیادی وجود داره که میخوای داشته باشی و میبینی این دیگران هستن که اونها رو به دست میارن. با خودت فکر میکنی که خب دیگه مطمئناً نوبت منه و بعد همه چیز ناپدید میشه و هیچ کاری در این مورد از دستت بر نمیاد. میفهمی؟ هیچ کاری. لحظه سکوت عمیق پیش آمد و بالاخره نوئل عینک خود را بر روی بینی گذاشت و صفحه اول تکالیف الی را آورد. حالا ببینم بهترین شاگردم چقدر تو این هفته پیشرفت کرده. الی از آرزوها و رویاهات به من بگو. الی غرغری با خودش کرد. دوباره نوئل دانلی در یکی از آن حالات خلقی خاص خودش بود. فقط امتحانات ترم رو به خوبی با بالاترین نمره بگذرونم و به یه دانشگاه خوب برم. نوئل افسوسی خورد و چشمانش را چرخاند. دغدغه شما جوونا چیه؟ دانشگاه رفتن؟ اوه، وقتی وارد دانشگاه ترینیتی شدم چه هیاهویی به پا شد. خیلی موضوع مهمی بود. مادرم به همه خبر داد. تنها دخترش، دانشگاه ترینیتی. حالا من رو ببین، یکی از فقیرترین آدمای دنیا هستم. الی لبخندی زد و به این فکر میکرد که چه بگوید. نه، چیزهای مهمتری از دانشگاه تو زندگی هست. شلوارهای میس اسمارت، مسائل بیشتری از مدارک دانشگاهی و تحصیلات تو زندگی وجود داره. من میتونم خیلی چیزهای دیگر رو برات نام ببرم. به من نگاه کن، با تو اینجا تو خونه گرم و دوست داشتنی تو نشستم. چای آردگری خوش طعمی میخورم و پول کمی رو میگیرم که مغز تو رو با دانشم پر کنم. بعد از اون بی هدف برمیگردم خونه.
ناگهان سرش را برگرداند و نگاهی به الی انداخت. بدون هیچ هدفی. باورت میشه؟ قسم میخورم. سپس آهی کشید، لبخندی زد، نگاهش را از الی برداشت و عینکش را دوباره بالا گذاشت و درس شروع شد. بعد از آن الی با مادرش صحبت کرد. مامان، دیگه نمیخوام کلاس خصوصی داشته باشم. مادرش نگاهی پرسشگرانه به او کرد. چرا؟ الی در این فکر بود که حقیقت را بگوید. به این فکر کرد که بگوید اون چیزهای عجیب و غریب میگه و من رو میترسونه. واقعا دیگه نمیخوام هفته 1 ساعت با اون تنها باشم. چقدر دلش میخواست حقیقت را به او بگوید. شاید اگر حقیقت را به او میگفت مادرش میتوانست این موضوع را حل کند و همه چیز به نوعی دیگر رقم میخورد. ولی به دلایلی این کار را نکرد. شاید فکر میکرد که مادرش بگوید این دلیل برای متوقف کردن کلاس ها در نزدیکی امتحان ها بسیار احمقانه است. شاید هم نمیخواست نوئل را به درد سر بیاندازد و جو بدی به وجود آید. اما به هر دلیل نادرستی گفت صادقانه فکر میکنم تا اونجا که میتونستم با نوئل پیش رفتم. تمام تمریناتی که به من داده رو دارم. کافیه فقط روی اونها کار کنم. تمرین کنم. پول شما هم پس انداز میشه. لبخند رضایتمندانه‌ای زد و منتظر جواب مادرش ماند. خب یکم عجیبه. آخه نزدیک امتحانا؟ دقیقاً میخوام زمانم رو برای درسای دیگه بذارم. مثلا جغرافیا. واقعاً میتونم واسه جغرافی وقت بیشتری در نظر بگیرم. این یک دروغ محض بود. الی کاملاً در درسای دیگر عالی بود. 1 ساعت مطالعه اضافی در هفته هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کرد. اما کماکان لبخند مورد علاقه مادرش را بر لب داشت و منتظر جواب او بود. خب عزیزم، البته که تصمیم با خودته. الی سرش را امیدوارانه تکان داد. پژواک کلمات معنادار و کنایه‌آمیز نوئل، بوی ناخوشایند آشپزی و موهای شسته نشده، حالات روحی مختلف و صحبت‌های حاشیه‌ای و سوالات نامناسب او را در این تصمیم مصمم‌تر می‌کرد. اگه واقعاً مطمئنی بهتر هزینه اضافی نکنیم. دقیقاً. الی نفس راحتی کشید. لارل گفت باشه. در یخچال رو باز کرد و سس بولونز را بیرون آورد و در یخچال را دوباره بست. فردا تماس میگیرم و بهش خبر میدم. الی در حالی که احساس میکرد وزنه‌ای عجیب و غریب از روی ذهنش برداشته شده است گفت عالیه، مرسی.